هموطنان عزیز و ارجمند و گرامی قدر، در این اواخر گروه محدود اندیش و مسدود فکر سر و صداهای پهن کردند و جور میزنند که گویا در اسلام و عموما در اخلاق معرفتی شنیدن موسیقی مخالف با اخلاق معرفتی اسلام بوده باشد، ولی طوری که از تحقیقات اندیشه های معرفتی اسلام برمی آید، این اندیشه به حقیقت موافقت نمی آید. ما می توانیم تنها به یک روایت بسیار معلوم و مشهور اسلامی مراجعت نماییم که در آن به هنگام آفرینش آدم و عالم آمده است که آن روز که پروردگار انسان را آفریده بود، برای جمیع ملائکه ها امر داد تا از 4 گوشه عالم مشت خاک را جمع آورند و به نزد او حاضر سازند. ملائکه ها این امر را پذیرفتند و با آوردن خاک از 4 گوشه عالم شتافتند، ولی چون خواستند از گوشه زمین خاک را بردارند، خاک به ناله و زاری در آمد و نگذاشت که پاره از خاک را از او جدا نمایند. ملائکه ها باز پس برگشتند و آخر الامر خداوند متعال برای یکی از فرشته های جان سخت و خیلی بیرم که عزراییل نام داشت امر کرد که تو اکنون این امر را اجرا خواهی کرد. عزراییل به 4 گوشه عالم پرواز نمود و هرچند خاک بزاری و تولا در آمد، او اعتبار نداد و از 4 گوشه دنیا خاک را گرفت و به نزد پروردگار برگشت. و باز ملائکه ها سوال کردند با این مشت خاک چه خواهیم کرد؟ الله جواب داد بنگرید در این کلمک که آب و هر چیزی که در آنجا، هر عکسی که در آنجا خواهید دید، طبق آن یک کالبدی را بسازید. و چون ملائکه ها در آن حوضچه یا در آن کلمک آب نظر کردند، عکس خود را دیدند و به همان شکل یک کالبدی جور کردند، یک کالبدی درست کردند و باز سوال کردند اکنون چه خواهیم کرد؟ من بعد خداوند متعال برای ذره از نور تجلی امر داد که اکنون باید که وارد این خاک بشود تا اون جان بگیرد، یعنی برای روح که ذره از نور پروردگاری است امر شد که وارد همین کالبدی از خاک آماده شده در آید. ولی چون این خاک بود و ذره از نور تجلی و یا روح از نوریان بود، این روح یا که این نور تجلی نیز سرپیچی کرد، نخواست که در داخل کالبد خاکی وارد شود. پس خدای تعالی امر کرد و اینجا یک قصیده بسیار غرای باقی مانده است که در آن در همین خصوص قصه کرده می شود. با من بیتی را برای شاهد می آرم که می گویند چوبی بتراشید و 2-3 تار برو بست، کانونه عالم. کانونه نام ساز موسیقی است. 100 ناله زار از دل هر تار برآمد تا روح روان شد.
همین که آواز فارم و نفیس و زیبای موسیقی بلند شد، روح به رقص آمد، به وجد آمد و روان شده و در داخل کالبد وارد شد. وقتی که روح در داخل کالبد وارد شد، از طریق دریچه عقل و خرد و دیده بصیرت تمام عالم را به همون شکلی که سابق داشت دید و در این عالم و یا این عالم زیباتر از آن عالم پیشین برایش نمودار گشت و گفت من دیگر از اینجا بیرون نخواهم آمد. ولی چون بار اول تأکید شده بود که برو وارد این کالبد شو و روح چون سرکشی کرد، بار دوم الله تعالی فرمان داد که برو وارد شو و باز بیرون بیا. و چون بعد همین امر خداوند متعال روح راضی شد، من بعد این وابستگی دارد به اونی که روح در جسم انسان وارد می شود و بعد آن که مهلت آن ختم می شود باز جسم انسان را ترک می کند، یعنی انسان می میرد، انسان میرنده است که این باز به قصه دیگری ارتباط دارد. و انا همین بیت شاهد و همین روایت شاهد معلوم دار اون هست که هرگز موسیقی با انسان، با اعتقاد انسان، با اسلام و اعتقادات اسلامی مخالفتی ندارد و هرگز انسان را بیرون از طاعت و عبادت و از ذکر نخواهد کرد. هر کسی که اگر اعتقادش مستحکم باشد، هر کسی که اعتمادش ثابت باشد، هرگز چیز دیگری او را بیرون نخواهد کرد. و گذشته از این ببینید که اگر شده این چیز یک نوع تحکیمات تاریخی نداشته باشد، در دیوارنگاره های قدیمترین که در مغاره شخت پامیر هنوز هم از طرف انسان‌های اول، یعنی از باششگاه نخستین انسان‌ها به دست آمدند، عکس رباب در حالت چپه بودنش تصویر یافته است که به شکل انسان شبیه است. یعنی همون رباب را اگر ما چپه نگونسار در دست بگیریم، سر، دست و پای به انسان شباهت دارد که این هم باز به همون آفرینش یک نوع رابطه تاریخی و رابطه دلیلی دارد. و گذشته از این ببینید که حافظ بزرگوار که حافظ ملکوتی است و پیر معرفت هم محسوب می‌یابد، میگوید که قرآن زبر نمودم در 14 روایت و ما میدانیم که در قرآن یا که در قرائت این کتاب عظیم الشأن آسمانی یک اصطلاحی است که تجوید نام دارد، یعنی طرز و طریقه خواندن یا قرائت نمودن قرآن. و همون هم اگر در 14 نوع یا در 14 روایت طوری که حافظ ذکر میکنند بوده باشد اگر، یعنی در 14 آهنگ است. و امروز ها معلوم است که در دنیای عرب حتی اون را به طریق نوتوی ثبت کردند و از طریق پارتیتور اون را اجرا می کنند و این نشانه های آن است که پس قرآن نیز با تمام زیبایی هایش با آهنگی قرائت کرده می شود که اون تجوید قرآن نام دارد. و اگر چنین بوده باشد و ما هر روز همون را میشنویم که با یک آواز زیبا، با یک آهنگ بسیار دلانگیز و به هر آهنگ های دلانگیز قرآن تجوید کرده می شود، قرآن قرائت کرده می شود و ما اون را با همون گوشنوازی خاص استماع می فرماییم، معلوم می شود که پس موسیقی از دین یا که از اسلام دور نیست و با آن توأم است و با چنان پیچیده است که ما این دو چیز را به همدیگر تصور کرده نمیتوانیم. و همون اندیشه های طوری که در اولم تاکید کرده بودیم، اندیشه های تا اندازه محدود
و یا مسدود هرگز دلیل آن شده نمیتوانند که قرآن و یا اسلام با موسیقی و علم موسیقی مخالفتی داشته باشند.